نام خدا محمد نریمانی هستم. خب توی این ویدیو میخوام در مورد توی ویدیو قبلی در مورد سه تا تایپ ابتدایی وریبل ها یعنی تایپ اینت، فلوت و استرینگ صحبت کردیم. یه مروری میکنم. اگر فقط سمت راست مساوی که اون ورش اسم وریبله فقط رقم باشه، فقط در واقع کاراکترهای 0 تا 9 باشه، اون وریبل میشه از تایپ اینت. خب اگر حداقل 2 رقم باشه و بینشون یک دات یا همون نقطه وجود داشته باشه میشه از نوع فلوت. و اگر هر چیزی باشه ولی بین سینگل کوتیشن یا دبل کوتیشن باشه میشه از تایپ استرینگ. حالا توی این توی این در واقع قسمت من میخوام در مورد یک در واقع، حالا ما میشه گفت بگیم مثلا عملگر پایتون، حالا عملگر نیستش، تابعه. خب در اصل تابع پایتون هستش. اما اصلا تابع یعنی چی؟ ما میخوایم بریم بدونیم که اصلا معنی کلمه تابع برای ما یعنی چی. خب ببینید، مثلا شما فکر کنید تابع ها مثل یه کارخونه هستن، یه سری مواد خام میگیرن، روی اونها یه فرایندی انجام میدن و یه سری چیز دیگه‌ای به خارج میفرستن، یعنی به بیرون میفرستن. خب به بیرون میفرستن. پس در اصل یک ورودی میگیره، روش کاری انجام میده و خروجی میده. خب و گاهن ورودی نمیگیرن ولی خب خروجی رو دارن. ما بریم سراغ این جمله آخر که گفتم، منظور مربوط به تابع‌ها بود، کارخونه نبودش. خب بریم سراغ اولین تابعی که میخوام بگم. ببینید، وقتی ما یک کلمات رو مینویسیم شکلی توی پایتون، مثلا اینجا نکنید، مثلا اینجا مثلا دی چون دیو همه اینا پشتش یه مکعبی هستش، یک مکعب به رنگ بنفش، حالا توی این تیم بنفشه و در واقع همون 3 مربع و پشت کلمات هستش. هر کلمه‌ای که این رو داشت یعنی یک در واقع تابع هستش. خب اولین تابعی که میخوام خدمتتون بگم دوستان، تابع پرینت نکنید، همون در واقع حالت مکعب رو داره. خب من گفتم تابع ها یه چیزی میگیرن دیگه. خب یعنی کلا جایگاه گرفتن چیزی رو دارن. خب پس همیشه باید جلوش یک پرانتز باز و بسته بشه. برای چی؟ برای گرفتن همون یک چیزی که ما گفتیم خدمتتون. خب اما توی این قسمت چه چیزی نوشته میشه، چه کاری انجام میده؟ خب ما میخوایم امروز اولین برنامه پایتونیمون رو رام بگیریم. من داخل این میام مینویسم، مثلا چه میدونم امسال رو مینویسم 1004، یعنی مثلا این سالی که داریم 2 روز بعد میریم داخلش دیگه 2024. خب برنامه‌ام رو من میتونم الان به چند روش رام بگیرم. یکی این که اینجا این دکمه رو بزنم پرینت، یعنی همون چاپ کردن دیگه. نکنید اینجا توی کنسول برای من چاپ میشه. روش دیگه اینه که بیام اینجا رام پایتون فایل این ترمینال، این رو بزنم 2024. یک روش دیگه چیه؟ ما میتونیم بیایم از در واقع کیبورد شورتکات بیاریم واسه عملها در واقع قرار بدیم، تنظیم کنیم. میایم از داخل گزینه منیج، از گزینه کیبورد شورتکات، خب همین کلمه‌ای که من الان گفتم خدمتتون، run python file این ترمینال. خب همینجا میاید، حالا اون چیزی که میخواید، مثلا من همین چیزی که داشتم کنترل شیفت به اضافه، خب این رو میذارم، میگم این باید باشه از بعد. حالا چه اتفاقی رخ میده؟ وقتی داخل برنامه‌ام کنترل شیفت به اضافه رو میزنم، برنامه من رام میشه. خب این شد 3 روش ران گرفتن برنامه‌های پایتونی از طریق VS کد. خب حالا ما اینجا عدد اینت نوشیم. میام مثلا میگیم 24/32 2024/32 دقیقاً همون رو بود، فلوت رو بود برای من. خب میام یک رشته میذارم، مثلا بیایم رشته معروف hello world رانش میکنم، اون رشته رو دقیقاً آورد برای من نمایش داد بدون اون سینگل کوتیشن ها یا دبل کوتیشن های کنارش. خب
ولی گاهن اینجوری نیستش که من مثلا حالا هر چیزی که دارم داخل این پرانتزه بشه. خب مثلا کنیم من میام یک وریبلی درست میکنم، مثلا برای مثال حالا سعی کنید دوستان همیشه این رو توی ذهنتون داشته باشید، از الان شروع کنید وریبل هایی که میسازین حداقل اسمش برای خودتون معنی دار باشه و مثلا اسمش ساده نذارین، خیلی ساده، مثلا چند تک حرفی دو حرفی اینجوری نذارین، بهتره که چند حرفی باشه و اسمش معنی دار باشه براتون. مثلا الان مثلا حالا قرار باشه این برنامه بزرگی باشه، مثلا من مینویسم چه میدونم وای همون یر مینویسم. خب میگم این وریبل مساوی 20 24. خب الان این وریبل یر برای من با معنیه. حالا گاهی وقت مثلا چند تا وریبل یر یک یر دو اینجا، حالا دیگه اون بستگی به خلاقیت خودتون. خب میام چه کار میکنم، میگم پرینت کن. الان میخوام این میزان ولیوی داخل این وریبل بیاد پرینت بشه. خب دقت کنید این یک وریبله، وریبل یر. خب نیمش چیه دوستان؟ نیمش همون یر. خب تایپش چیه؟ تایپ به خاطر اینکه داخلش فقط رقم هستش بس از تایپ اینته. و در نهایت ولیوش چیه؟ ولیو اون هم همون چیزیه که سمت راست تساوی هستش، 20 24. خب اگر توی این حالات مثلا من بیام اینجا داخل این قسمت اسم یک وریبل رو بگم، این تابع پرینت چیکار میکنه؟ ولیوی اون وریبل رو میاد برای من پرینت میکنه. الان من میام اسم این وریبل رو میگم، اسمش چیه؟ یر. خب شاید طبق مثلا فکرتون بگین که خب این پس قراره کلمه یر رو پرینت کنه، ولی اینطور نیستش. یر یک وریبل و حالا که وریبل ارور نگرفته پس میاد میره سراغ ولیوی اون. وقتی من برنامه‌ام رو ران میکنم فقط ولیوی اون وریبل رو برای من چاپ میکنه. خب من حالا جلوتر حتما میخوام در مورد یک روشی از پرینت گرفتن به نام پرینت با FSTring یا همون پرینت FSTring که میگن صحبت کنم. خیلی مهمه، خیلی کاربردیه توی برنامه‌هایی که با پرینت کار میکنیم و اینکه خب دونستنش خیلی جالبه. من خیلی با بچه‌هایی که مثلا کار کردن پایتون خیلی اکثرا روی همین قسمت مشکل داشتن. دلیلش هم اینه که اون در واقع اصل وریبل رو متوجه نشدن، اصلا وریبل چی هستش. خب توی جلسات قبل که لینکش رو میذارم خدمتتون گفتم وریبل در واقع یک قسمتی از حافظه است که ما اومدیم اون رو نامگذاری کردیم، یک قسمتی از حافظه که مثلا زبان برنامه‌نویسی با اون کار داره و ما اون رو نام‌نویسی کردیم، نامگذاری کردیم. خب تا اینکه مثلا اگه برنامه بزرگ شد بعدها بتونیم از اون استفاده کنیم. برنامه در همین حد حالا همیشه نمیمونه، برنامه بزرگتر میشه برای شما. برنامه‌ای که میاد یواش یواش حالا همین 2 خط میشه 10 خط، 20 خط، 30 خط تا 100 200 اینا با هم کار میکنیم همه رو. و حتی بعدها خودتون به تنهایی میتونید برنامه‌هایی که حداقل 1000 2000 خط باشه رو پیاده بکنین دوستان. خب ولی حرفی که هستش اینه که سعی کنین این گفتم توی اون جلسه اول، در واقع جلسه دوم گفتم که اگر در واقع این وریبل یک خیلی شاید مثلا بگیم که خب کاری نداره، ولی اگر درست متوجه نشی تا آخر برنامه نویسی به نظر من به مشکل میخوری. سعی کن وریبل رو مفهومش رو درست متوجه شو تا اینکه بعدها حتی پرینت FSTring هم برای تو کاری نداشته باشه دوستان. خب مطلب این جلسه همین بودش، فقط می‌خواستم همین تابع پرینت رو بگم بهتون و اولین ران گرفتن برنامه‌هامون داخل پایتون ویژوال استودیو کد. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر خوشتون اومده که ما رو با لایک حمایت کنید و خیلی ممنون میشم که من رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی خدا یار و نگهدارتون باشه دوستان.